اگر این کلمات را میشنوی بدان که تصادفی در کار نیست، نه به این معنا که جهان بازیچه شانس باشد، بلکه از آن رو که هر دعوتی وقتی به گوش جان میرسد پیشتر صادر شده است. بسیاری صدا را میشنوند اما اندکند آنان که در میابند صدا از کجاست. آنچه اکنون تو را مکث داده نه واژه است و نه صدا، احضار است. ابن عربی در فتوحات مکیه از لحظه‌ای سخن میگوید که بنده پیش از آن که چیزی بخواهد خواسته شده است. این لحظه دعا نیست، لحظه پاسخ است. پیش از آن که لب باز کنی، پیش از آن که ذکر بگویی، پیش از آن که حتی نیت کنی، کاری در تو آغاز شده است. و این آغاز همیشه آرام نیست. گاه با تنگی سینه می آید، گاه با خستگی جان و گاه با این حس مبهم که دیگر نمی شود مثل قبل ادامه داد. بسیاری در این نکته اشتباه می کنند. می پندارند باید بیشتر بگویند، بیشتر بخواهند، بیشتر بجنگند، حالان که ابن عربی هشدار می دهد وقتی دعوت از جانب حق صادر شد، کثرت گفتن پرده می شود. زبان اگر جلوتر از دل بدود، راه را می بندد. در چنین لحظه‌ای آنچه از بنده خواسته می شود، نه تلاش بیشتر است که فهم درست موقعیت است. در سنت دینی ما آمده که خداوند هرگاه بنده‌ای را برای امری بخواند، نخست او را از اتکای به تدبیر خود خالی می کند. این خالی شدن بی درد نیست. آدمی احساس می کند ابزارهای قدیمیش دیگر کار نمی کنند. دعاهایی که زمانی آرامش می دادند اکنون خاموشند. ذکرهایی که دل را می لرزاندند بی صدا شدند. این سکوت نشانه رد شدن نیست، نشانه انتقال است. ابن عربی در فتوحات مکیه می نویسد که حق وقتی اراده کند بنده‌ای را به خود نزدیکتر کند، او را از کثرت اسباب عبور می دهد. یعنی همان چیزهایی که پیشتر گمان می کردی نجات دهندند. کلام، برنامه، محاسبه، حتی برخی عبادات عادت شده در یک نکته از کار می افتند. این از کار افتادن خشم الهی نیست، تربیت است. اینجا دقیقاً همان جایی است که بسیاری می ترسند. زیرا انسان با سکوت راحت نیست. انسان دوست دارد کاری بکند، چیزی بگوید، نشانه‌ای بگیرد. اما در این مرحله نشانه در سکوت پنهان است. ذکر اگر از سر اضطراب گفته شود، دیگر ذکر نیست، پناه است. و پناه هرچند طبیعی همیشه راهگشا نیست. این سخن به معنای ترک عبادت نیست، به معنای تشخیص زمان است. زمان گفتن و زمان رها کردن. ابن عربی میان این دو مرز روشنی می کشد. می گوید هر ذکری وقتی ثمر می دهد که از جای خود گفته شود. اگر زمان سکوت است و تو سخن می گویی، حتی نام خدا هم حجاب می شود و این سخن سنگین است. اما حقیقت همیشه سبک نیست. اگر اکنون در درونت چیزی تو را متوقف کرده، اگر احساس می کنی دیگر نمی توانی مثل گذشته دعا کنی، ذکر بگویی یا حتی بخواهی، پیش از آن که خودت را متهم کنی مکث کن. شاید این همان لحظه است که باید بفهمی، نه اینکه بیشتر بگویی. شاید فراخوان صادر شده و تو به آستانه‌ای رسیده‌ای که عبور از آن با سکوت ممکن است. در ادامه این مسیر به نکته‌ای خواهم پرداخت که کمتر گفته می شود. نکته‌ای که اگر در همین ابتدا درست فهم نشود، انسان یا به افراط می افتد یا به انکار. آن نکته مرز باریکی است میان توکل و رهاشدگی، میان ذکر و سکوت آگاهانه. این مرز همانجاست که بسیاری راه را گم می کنند. فعلا همین را نگه دار. اگر احساس می کنی دیگر نمی توانی مثل قبل ادامه دهی،
شاید از تو نخواستند ادامه دهی، شاید از تو خواستند بایستی. در مسیر دعوت الهی آنچه بیش از هر چیز فراموش می شود ادب است. ادبی که نه با کثرت عمل سنجیده می شود و نه با شدت احساس، بلکه با میزان هماهنگی دل با امر رسیده. پیامبر اکرم صلی الله در کلامی کوتاه و ژرف می‌فرمایند: از نشانه‌های نیکبختی بنده آن است که دلش به آنچه خدا برایش مقدر کرده آرام بگیرد. این آرام گرفتن نتیجه فهم است، نه نتیجه تلاش بیشتر. آرامش پس از فهم با سکون بیش از سکوت تفاوت دارد. اولی از یقین می آید و دومی از درماندگی. قرآن کریم بارها این ادب را یادآوری می کند. در سوره بقره آمده است: چه بسا چیزی را ناخوش دارید و آن برای شما خیر است و چه بسا چیزی را دوست بدارید و آن برای شما شر است و خدا می داند و شما نمی دانید. این آیه نه برای تسلی است و نه برای توجیه رنج، برای تنظیم نگاه است. نگاه کسی که فهمیده دیگر با عجله داوری نمی کند. او می داند که هر تأخیر انکار نیست و هر سکوت فاصله گرفتن نیست. ابن عربی وقتی از ادب بنده سخن می گوید، آن را به تسلیم آگاهانه پیوند می زند. در فتوحات مکیه اشاره می کند که بنده تا زمانی که خود را صاحب تدبیر می بیند، هنوز به مقام اعتماد نرسیده. اعتماد یعنی بدانی که کار در جریان است، حتی اگر نشانه ها خاموش باشند. اینجاست که ذکر شکل دیگری پیدا می کند، نه ذکر زبان بلکه ذکر حال. پیامبر صلی الله در حدیثی دیگر می فرمایند: اگر بر خدا آنگونه که شایسته توکل است توکل کنید، شما را روزی می دهد، همان گونه که پرنده را روزی می دهد. صبح گرسنه بیرون می رود و شام سیر باز می گردد. این سخن دعوت به بی حرکتی نیست، دعوت به قطع اضطراب است. پرنده حساب نمی کند اما می پرد، می پرد اما نمی هراسد. این تعادل همان چیزی است که در لحظه دعوت از بنده خواسته می شود. در قرآن در سوره طلاق آمده: هر کس بر خدا توکل کند خدا او را بس است. این بس بودن به معنای حذف مسیر نیست، به معنای کفایت مقصد است. وقتی مقصد کفایت کرد، مسیر هرچند مبهم باشد ترسناک نیست. مشکل از آنجا آغاز می شود که انسان می خواهد هم مقصد را تعیین کند هم مسیر را کنترل کند. در این حالت حتی ایمان هم به ابزار فشار تبدیل می شود. ابن عربی میان خواستن و واگذار کردن مرزی دقیق ترسیم می کند. می گوید خواستن پیش از دعوت است، واگذار کردن پس از آن. اگر دعوت رسیده باشد و بنده همچنان در حال اصرار باشد، این اصرار نشانه اعتماد نیست، نشانه نشنیدن است. در چنین وضعی دین به جای آن که پناه باشد بار می شود. عبادت به جای آن که روشن کند خسته می کند و این خستگی پیام دارد. در سوره انشراح می خوانیم: پس هرگاه فارغ شدی به سوی پروردگارت رغبت کن. این آیه نظم حرکت را نشان می دهد. نخست فراغت از تکیه‌های ناپایدار، سپس رو کردن به حق. بسیاری این ترتیب را برعکس می فهمند. می خواهند با دعا از فراغت فرار کنند، حالان که فراغت شرط روی آوردن درست است. آن که در این مرحله ایستاده نه مأمور به شتاب است و نه مجاز به انکار. او در آستانه‌ای قرار دارد که تنها با ادب عبور می شود. ادب سکوت، ادب صبر، ادب نخواستن بیش از اندازه. پیامبر صلی الله فرموده است: خداوند رفیق است و رفق را دوست دارد. رفق با خود در این مقام عین دینداری است،
نه ضعف، نه سستی. اگر اکنون در دل وضعیتی است که نه میل گفتن دارد و نه توان انکار، این حالت را دشمن مپندار. این همان وقفه معناست. جایی که عقل کنار می رود تا فهم برسد. در ادامه به نکته خواهیم پرداخت که این وقفه چگونه به گشایش تبدیل می شود. نه با فشار، بلکه با شناخت جایگاه خیش در نسبت با اراده حق. مردی از اهل ایمان سالها دعا می کرد. نه دعایی پر زرگ و برگ، نه خواسته عجیب، فقط یک جمله را با خود تکرار می کرد: خدایا، آنچه خیر من است به من بنما. سالها گذشت و در ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاد. نه دری گشوده شد، نه نشانه‌ای آمد، نه صدایی. دلش خسته شد، اما ایمانش نشکست. یک شب در اوج این سکوت به مسجد رفت. نه برای دعا، فقط برای نشستن. نه اشکی، نه خواهشی، فقط نشستن. در همان شب پیرمردی ناشناس کنار او نشست و پرسید: چرا دیگر دعا نمی کنی؟ مرد پاسخ داد: دعا کردم بسیار، اکنون فقط گوش می دهم. پیرمرد لبخند زد و گفت: پس تازه آغاز کرده ای؟ و رفت، بی آنکه نامی بگوید یا نشانی بدهد. آن مرد همان شب بی آنکه چیزی تغییر کرده باشد آرام شد. نه مسئله حل شد، نه گره باز شد، اما دل دیگر سنگین نبود. در روایات آمده که این آرامش نشانه اجابت است. نه اجابت خواسته، بلکه اجابت بنده. قرآن در سوره انفال می‌فرماید: بدانید که خدا میان انسان و دل او حائل می شود. این حائل شدن همیشه برای بازداشتن نیست. گاهی برای برداشتن باری است که خود انسان بر دل نهاده. وقتی خدا میان تو و دلت می ایستد، یعنی دیگر لازم نیست خودت همه چیز را حمل کنی. ابن عربی در شرح همین معنا می گوید: بنده تا وقتی با خواستش سخن می گوید هنوز به مقام شهود نرسیده، اما آنگاه که با دلش خاموش می شود حقیقت آغاز می شود. او در فتوحات مکیه به داستانی اشاره می کند که بنده‌ای سالها طلب می کرد تا روزی دریافت که خود طلب حجاب بوده است. وقتی طلب افتاد مطلوب آمد، بی دعوت، بی نشانه، بی صدا. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله آمده است: گاهی بنده چیزی را از خدا می طلبد و اگر به او داده شود هلاک می شود. پس خدا از روی رحمت آن را به تأخیر می اندازد. این تأخیر مجازات نیست، حفاظت است. اما مشکل آنجاست که دل ناآرام حفاظت را پس زدن می پندارد، در حالی که دل آرام حتی در نرسیدن هم معنا می بیند. روایت دیگری نقل شده از امام علی علیه السلام که فرمود: هرگاه دیدی در دعا به رویت باز است، بدان که در اجابت نیز گشوده است، هرچند زمان آن را ندانی. این ندانستن زمان همان جایی است که بسیاری می‌لغزند، می‌خواهند هم دعا کنند هم زمان بندی کنند. اما واگذاری یعنی صرف نظر از زمان، یعنی پذیرفتن این که فهم تو اندازه تدبیر نیست. آن مرد روایت پس از آن شب زندگیش ناگهان متحول نشد، اما یک چیز تغییر کرد. دیگر به نشانه ها چنگ نمی زد. دیگر از خدا مدرک نمی خواست، کار می کرد. می زیست اما دلش را به نتیجه نمی بست. و در روایات آمده است که درست در همین حالت آنچه سالها دنبالش بود، بی آنکه انتظارش را داشته باشد سر راهش قرار گرفت. نه چون طلب کرد بلکه چون کنار رفت. این روایت ها برای شگفت زده کردن نیست، برای بازگرداندن جهت نگاه است. وقتی دل از فشار باید بشود آزاد می شود، تازه ظرفیت می شود را پیدا می کند و این همان جایی است که ذکر معنا پیدا می کند، نه به عنوان تکرار لفظ بلکه به عنوان سکون دل. حالا پرسش اینجاست:
تا امروز کدام خواسته را آنقدر فشار داده‌ای که شاید خودش به حجاب تبدیل شده باشد؟ اگر بخواهی یک لحظه، فقط یک لحظه آن را زمین بگذاری، چه احساسی در دل ظاهر می شود؟ در نقل‌های کهن آمده مردی از اهل عبادت سالها در شهر خود به زهد و دعا شناخته می شد. مردم او را امین دعا می نامیدند، چون هرگاه برای کسی دعا می کرد آن شخص آرام می شد. نه لزوماً مسئله‌اش حل می شد، اما دلش سبک می گشت. خود مرد اما در درونش ناآرام بود، نه از فقر نه از بیماری، بلکه از این سؤال پنهان: چرا با این همه عبادت هنوز دلم قرار نگرفته؟ شبی پس از نماز سر بر دیوار مسجد گذاشت و گفت: پروردگارا، اگر چیزی مانده که نمیدانم خودت نشانم بده. نه فریاد زد نه گریه کرد، فقط گفت و ساکت شد. در همان سکوت خاطری قدیمی در دلش زنده شد، روزی که برای اولین بار دعا کردن را آموخته بود. آن روز چیزی نمیخواست، فقط حضور را حس میکرد. اما حالا دعاهایش پر از خواسته بود، پر از انتظار، پر از حساب و کتاب. در روایت آمده که همان شب در خواب دید در بزرگی پیش رویش است، دری که روی آن نوشته شده بود باب التوکل. خواست وارد شود، اما چیزی سنگین روی سینه‌اش افتاد. صدایی آمد: آنچه حمل می‌کنی با این در سازگار نیست. پرسید: چه چیزی؟ پاسخ آمد: اصرار. وقتی بیدار شد تا صبح بیدار ماند، نه برای نماز اضافه، نه برای ذکر بیشتر، فقط فکر کرد. فهمید سالهاست که حتی خدا را هم به نتیجه گره زده. اگر میشد آرام بود، اگر نمیشد دلگیر. در حالی که در سوره زمر آمده: آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟ کافی بودن شرط ندارد، یا هست یا نیست، و اگر هست دیگر حسابگری معنا ندارد. ابن عربی در فتوحات مکیه به همین نکته اشاره می کند که بنده گاه خدا را دوست دارد، اما هنوز به او اعتماد نکرده. محبت بدون اعتماد اضطراب می آورد. اعتماد یعنی واگذاری تدبیر، نه تعطیل عمل. یعنی کار را انجام دادن اما دل را به کار نسپردن. او میگوید: آنکه حقیقتاً توکل کرد دیگر با آینده معامله نمی کند. مرد روایت از آن شب به بعد ذکرش تغییر نکرد. همان ذکر بود. نمازش تغییر نکرد. همان نماز بود. اما نیتش عوض شد. دیگر ذکر را برای رسیدن نمی گفت، برای ماندن می گفت. برای اینکه دلش در جای خودش بایستد. عجیب آنکه پس از مدتی مردم گفتند دعاهایش اثرگذارتر شده. خودش اما می دانست اثر از رها کردن آمده، نه از افسودن. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله نقل شده است: اگر بر خدا توکل کنید، آنگونه که شایسته توکل است شما را روزی می دهد. بعضی چیزها را ما در مشت نگه نداشته ایم. آنها هستند که سالهاست گلوی دل ما را گرفتند. انسان گمان می کند اگر چیزی را رها کند سقوط می کند. اما در حقیقت آنچه او را خسته کرده نه راه است، نه بار مسیر، بلکه چنگ زدن دائمی به چیزی است که قرار نبوده صاحبش باشد. در سیر باطنی که ابن عربی در فتوحات مکیه ترسیم می کند، یک نکته بارها و بارها تکرار می شود، اما نه با صدای بلند، با سکوت. بنده‌ای که هنوز می خواهد کنترل کند، هنوز به مقام تسلیم نرسیده است، حتی اگر 1000 ذکر بر زبان داشته باشد. مشکل نخواستن نیست، مشکل اصرار پنهان است. اصراری که لباس دعا می پوشد، اما بوی اعتماد نمی دهد. در روایات دینی آمده که بعضی دلها زیاد دعا می کنند، اما کم می شنوند. نه چون خدا نمی شنود،
چون دل شلوغ‌تر از آن است که صدا به آن برسد. دل پر از اگر نشد چه، نکند دیر شود، من که زحمتش را کشیده ام. اینها همان صداهایی اند که نمیگذارند صدای حق شنیده شود. در سوره حدید آمده که دلهای مؤمنان اگر مدتی طولانی در غفلت بمانند سخت میشوند. سختی دل همیشه از گناه آشکار نمی آید. گاهی از دلبستگی بیش از حد به نتیجه می آید. ابن عربی می گوید بزرگترین حجاب میان انسان و خدا چیزی نیست جز تصوری که انسان از بهتر بودن دارد. تو فکر می کنی می دانی چه زمانی، چه شکلی، با چه ترتیبی برایت بهتر است و درست همانجا راه بسته می شود. در حکایتی منسوب به اهل معرفت آمده است که سالکی سالها در پی گشایش بود. وقتی خسته شد نزد پیر رفت و گفت هرچه گفتند انجام دادم، چرا در بسته است؟ پیر پرسید اگر همین حالا در باز شود چه می کنی؟ سالک جواب داد نفس راحتی می کشم. پیر گفت پس هنوز نفس تو باز نشده، دنبال باز شدن در نباش. این سخن تلخ است، اما حقیقت همیشه کمی تلختر از انتظار ماست. خیلی وقتها ما دنبال آرامش نیستیم، دنبال اثبات حقانیت رنجمان هستیم. میخواهیم آخرش بگوییم دیدی حق با من بود که این همه نگران بودم، در حالی که در نگاه توحیدی نگرانی هیچ وقت فضیلت نبوده، حتی اگر نیتش خیر باشد. در سوره طلاق آمده هر کس بر خدا توکل کند خدا او را بس است. بس بودن یعنی پایان حسابگری، یعنی دل دیگر دنبال سند و تضمین نمی گردد. اینجاست که یک ترس عمیق خودش را نشان می دهد. ترسی که کمتر درباره‌اش حرف زده می شود. ترس از این که اگر واقعا رها کنم دیگر بهانه‌ای برای دلنگرانی نداشته باشم. اگر دلنگرانی نباشد من با خلأ چه کنم؟ بسیاری از آدم‌ها به اضطرابشان عادت کردند. اضطراب برایشان هویت شده. وقتی از آن جدا می‌شوند احساس می‌کنند چیزی از آنها کم شده، در حالی که فقط باری زمین گذاشته شده. در این مسیر رهایی شبیه فریاد نیست، شبیه سکوت است. شبیه لحظه‌ای که دیگر توضیح نمی‌دهی چرا دعا کردی، چرا صبر کردی، چرا خسته‌ای، فقط می‌گویی سپردم. و سپردن نه جمله است نه ذکر خاص، حالت دل است. حالت دلی که دیگر نمی‌خواهد جلوتر از خدا راه برود. اینجا خیلی ها بر می‌گردند، نه چون مسیر اشتباه است، چون دیگر نمی‌توانند نقش قربانی را بازی کنند و این برای نفس از هر شکست ظاهری سخت‌تر است. اما اگر کسی بماند، اگر کسی این نکته را رد کند، دیگر همان آدم قبلی نیست. نه آرامش نمایشی، نه رضایت ساختگی، بلکه نوعی ثبات بی صدا در دلش می نشیند و این شروع چیزی است که اسمش را هنوز نگفته ایم. حالا وقتش رسیده همان نکته‌ای را بگویم که از ابتدا وعده‌اش داده شده بود. نکته‌ای که اگر درست فهمیده شود، دیگر رها کردن شبیه از دست دادن نیست. شبیه بازگشت به جای درست است. مسئله این نبود که چه ذکری بگویی. مسئله این نبود که چقدر دعا کرده ای. حتی مسئله این نبود که چقدر صبر کرده ای. اصل ماجرا این بود. تو فکر می کردی بار زندگی روی دوش توست و این عمیق‌ترین خطای پنهان انسان است. ابن عربی در نگاه توحیدی خود بارها تأکید می کند که انسان فاعل مستقل نیست. او محل ظهور فعل حق است. یعنی تو قرار نیست همه چیز را درست کنی. تو فقط قرار است جای خودت بایستی. بیشتر خستگی های درونی نه از کمکاری است، نه از بدشانسی، بلکه از این است که انسان جای خدا نشسته است، بی آنکه بفهمد. وقتی میگویی اگر من رها کنم همه چیز خراب می شود، در واقع داری اعتراف می کنی که من خودم را
ستون عالم می دانم و این اگرچه ناخواسته است اما سنگین ترین فشار روحی را می سازد. آن ذکر وعده داده شده یک جمله جادویی نبود، یک تصحیح نگاه بود. ذکر حقیقی این است که در دل بگویی و واقعاً باور کنی من مسئول انجام وظیفه‌ام نه تضمین نتیجه. این همان جایی است که توکل از شعار جدا می شود. توکل یعنی من قدمم را بر می دارم اما نتیجه را از دستم بیرون می گذارم و این کار شجاعت می خواهد. نه شجاعت حرف زدن بلکه شجاعت کنار رفتن. خیلی ها دعا می کنند اما هنوز ته دلشان می خواهند اگر نشد بتوانند بگویند من همه کارم را کردم. یعنی هنوز به دنبال تبرئه خودشانند. اما در این مسیر نکته‌ای هست که انسان میگوید خدایا حتی اگر نفهمم چرا اینطور شد قبول دارم. این جمله ساده است اما گفتنش از 1000 شب بیداری سخت‌تر است. وقتی این نکته اتفاق می‌افتد نه لزوماً شرایط بیرونی فوراً عوض می‌شود اما فشار درون فرو می‌ریزد و اینجاست که انسان می‌فهمد رهایی حذف مشکل نبود، رهایی حذف توهم کنترل بود. حالا یک سوال صادقانه، نه برای جواب قشنگ، برای خودت. کدام بخش از زندگیت را هنوز رها نکرده ای؟ نه چون دوستش داری بلکه چون می‌ترسی اگر رهایش کنی دیگر چه کسی باشی؟ اگر خواستی فقط همان یک کلمه را بنویس. نه توضیح بده نه توجیه کن. همان جایی که دل هنوز چنگ انداخته. این سوال امتحان نیست، دعوت است. و اگر این ویدیو تا اینجا تو را نگه داشته یعنی آن نکته درونت بیدار شده. همان نکته‌ای که وقتی آرام بگیرد دیگر نیازی نیست چیزی را به زور نگه داری. همینجا سکوت کن و بگذار آنچه باید چیده شود خودش چیده شود.